دو سوال میکنم از پیش جواب گفتی دیگه این موبایل از خودت است ان شاء الله. مشکل نیست. آماده هستی؟ بله. سوالی که با قرآن ارتباط میگیره. خب سوال اولی است که پیامبر که عصایش می انداخت و به اژدها تبدیل میشد. حضرت عیسی علیه السلام. خب و سوال دوم پیامبر که فرزندش کافر بود. این چیز بود. حضرت این چیز بود. صبر یاد داشتم. حضرت نوح علیه السلام. تشکر. تشکر. پیامبر که عصایی که داشت می انداخت او به اژدها تبدیل میشد. حضرت موسی علیه السلام. ماشاءالله احسنت آفرین. سوال دوم آماده هستی؟ بله بله. این دیگه سرنوشت ساز از جواب بگی از خودت است ان شاء الله. یک نفس عمیق. درست. خب پیامبره که فرزند خود است صدا میکنه، البته با ایمان دعوتش میکنه، ایمان نمیپذیره و کافر است. فرزندش ایمان نمیپذیره، کافر است. قیل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. میشه یک سوال دیگه کنی؟ نه همیشه. سوال اول پیامبر که عصاش می اندازه تبدیل میشه به اژدها. نمیفهمی؟ بله. خواهی سوال دوم بکنم؟ نه. چی می؟ اول شکل نفهمید دوم شو نفهمید. والا به سواد مردم چی رو بفهم؟ چطور درس نخوندی؟ نه بخلا. هیچ؟ هیچ. مکتب نرفتی؟ نه. چرا؟ سیر. یک مشکلات ها بود. خب خیر باشه. خب سوال اول پیامبر که عصایش می اندازه تبدیل میشه به اژدها. تبدیل میشه به اژدها؟ والا نمیفهم. سوال دوم آماده هستی؟ آماده. پیامبر که فرزندش به او ایمان نارد کافر بود. حضرت آدم علیه السلام. جواب غلطه؟ متاسفانه خردیش. تشکر زمین عزیز. خیر بشه. پیامبر که عصای خدا میندازه تبدیل میشه به اژدها. مار بسیار کلام. حضرت موسی علیه السلام. ماشاءالله آفرین. احسنت آفرین. تشکر. سوال دوم آماده هستی؟ مهربانی. اینه یک قدم دیگه نزدیک شدی به برد نه؟ یک قسم قوارید معلوم میشه که میبری هم ان شاء الله. والا قسم با استعداد معلوم میشه. چی میخوانی؟ خودم فعلا محصل فارماسیست هستم. خب پیامبر که فرزندش به او ایمان نآورد. حضرت آدم علیه السلام. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. تشکر. این دومش نشد. سوال اولی است که پیامبر که عصایش می اندازه تبدیل میشه به اژدها. بله. او کدام پیامبر است؟ حضرت موسی علیه السلام. ماشاءالله آفرین. ما اقسم قواره چی میگه برنده ها را کشیدی. کم. چی میخوانی؟ ما فعلا نمیخوانم پانتون 12 فارغ شده. 12 فارغ شدی ماشاءالله. خب یک سوال دیگه بخیر ان شاء الله که این موبایل از آن زبیرجان میشه. خب آماده هستی؟ بله. پیامبر که فرزندش به او ایمان نمیاره. حضرت نوح علیه السلام. مطمئن هستی؟ بله سر. ماشاءالله آفرین. تبریک باشه زبیر عزیز. ماشاءالله. از این معلوم میشه که درسای اسلامی زیاد خواندی. بله. در مدرسه هم خوندیم، در مکتب هم خوندیم. خب و از قرآن چی حفظ داری؟ بله. چند سپاره؟ سپاره آخر، سپاره اول. ماشاءالله. اینه گیری یک آدم افتادیم که خودش استاد ما بوده. تشکر.